سه اشتباه بسیار رایج زمانی که در یک جای رسمی شروع می‌کنیم به صحبت کردن. یک، تعارفات اضافی. یعنی چی؟ سلام به همه شما دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که در جمع شما فرهیختگان بزرگوار هستم. واقعا افتخار بزرگیه که این فرصت به من دست داده تا بتونم در جمع فرهیختگان و عزیزان و استادان گرانقدری چون شما صحبت کنم. کاملا اشتباه. اشتباه رایج دوم، جملات تضعیف کننده یا خیلی خودمونی بخوام بگم خودزنی کردن. برای مثال، همه شما استادان گرانقدر و فرهیخته خیلی بهتر از من میدونید، با تجربه تر از اونی هستید که کوچکتری مثل من، بنده حقیر، بخوام در رابطه با این موضوعات برای شما صحبت کنم. کاملا اشتباه. مورد سوم، عذرخواهی‌های بی‌مورد. ببخشید من خیلی زمان نداشتم که بتونم مطالب خیلی مفیدی برای شما آماده کنم. ببخشید از اینکه شاید این مطالب خیلی برای شما مناسب نباشه. ببخشید که وقت شما رو میگیرم. اصلا این عذرخواهی‌ها رو بذارین کنار. اما چطور شروع کنیم به صحبت کردن؟ یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم، اهمیت موضوع رو به مخاطب برسونیم. اگر میخواین تشکر کنین، عذرخواهی کنین، مطالب دیگه‌ای بگین، خیلی مختصر، اون هم در میانه گفتگو، نه ابتدا.